قلبی منیب داریم در قرآن. قلبی چی منیب؟ در جنایت بود، در گناه بود، نمیدونست، در کمبودی های زیاد بود، اما بازگشت کرد. قلبی منیب این به سوی خدا میبیو. در همینجا کدامون به گناهیم؟ همون یک گناه کردگیم. خوشا به حال انسانایی که به سوی خدا میبیوین، قلبای منیب دارن، از کردگی ها پشیمانی میکنن، این خیلی مجلس ها میشنن، میآموزن، زانو میزنن، برنامه ها را راست میکنن. وقتی خداوند حضرت آدم علیه السلام خلق میکنه، نام حضرت آدم علیه السلام لقبش صفی میمونه، برگزیده خدا. بعد وقتی آدم لغزش میکنه، توبهش خدا قبول میکنه، نام آدم پروردگار بعد از او وقتی توبه قبول میشه میگه فجتباهو. اینه یکم صفی بوده، دیم مجتبا بوده نامش. اول برگزیده خدا، ای 18,000 عالم خدا جدا کرد آدم، بعد گناه کرد، توبه کرد، لغزش کرد، خدا توبه آدم قبول کرد. وقتی زمین آمد، خدا نام حضرت آدم مجتبا موند، یعنی که ای آدم تو فقط از منی. آدم پیش ای توبه بزرگ ده یا بعدی توبه؟ بعدی توبه ما ای خدا شدیم. الحمدلله هر کسی بازگشت میکنن، از گناه ها توبه میکنن، بازگشت به خدا میکنن، اینو ای خدا هم. فاشتباهو، پروردگار اینها رو جدا کرد به سوی خودش. آدم ای خدا بوده است. برای همین ما شکر که نمیشیشتنامونه این مجلس همونه که در اینجا بسیاری کارهای کردگی همونه راست میکنه، باور کنه بسیار خمونه راست میکنیم. علما این کیرازن، انا همون شوقله که ما دیوال راست میکنیم، اینو همون شوقلن، میمونه ما خمونه راست میکنیم. بسیار این چیزی بزرگه. قلبی منیب، قلبایی که به سوی خدا باز میگردن، قلبایی که شکسته میشن به سوی خدا میبیاین. یکی از این قلبا من روح امیرالمومنین فاروق اعظم، این چه خیلی یک روحی بزرگ اومد، چه خیلی مقام یافت، مرتبه یافت. برای همین هر انسانی که گناه کردگی بعد این توبه میکنه، بازگشت به خدا میکنه، ایرا نغزانه که فجتباهو. اینمی آیه همی هم دخالت داره که این آدم خداییه، این پروردگار میبخششه، پروردگار عزتش میتیه، پروردگار مقامش میتیه، پروردگار مرتبهش میتیه با وجود بازگشتن. حدیثای فراوان داریم که از ابتدای شام تا بامداد، از بامداد تا شام در راه رحمت هویه. هر کسی که خدا میگفت است فراموش کردن توبه را شبانه، این ما با روزویش میکنم، روزانه فراموش کردن شبوی میکنم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. هر کسی که بازگشت میکرده، گناهاش پشیمانی میکرده، همون گناهاش شرمش میومده، مثل همینه که گناه نداره، مثل همینه که گناه نداره. این مجلس های سوزاندن گناه های. ما قلب منیب داشتیم، قلب مریض داشتیم. این قلب مریض، قلب منافقین. قلب منیب، قلب گناهگارایی که میبیاین. انا بین برای همین میبیاین، به سوی خدا میبیاین. خیلی انسانیت مقصد لازمه در انسانیت که این مجلس ها رو، این ششتنامون برادر قدر کنن. در اینجا چندین قلبا به سوی خدا میبیاین. انا که یک از همین داستاناش از حضرت یوسف علیه السلام صحبت میکنیم. به نزد چاه بود راه منزل، به نزد چاه بود راه منزل، فرآمد کاروان با جمع محمل. به ناگه چشم یوسف بود در خواب فرو شد، دل و در چاه از بری آب. یک چمیخل چای کلانی بود که راوی های تفسیر آوردن از خانه یعقوب نبی 12 فرسخ دور بوده. یک فرسخ اگر 4 کیلومتر باشه، 4 به 12 ضرب زنیم چند قدر دراز بوده. همین قدر چای دراز بود. میگه در همونجا حضرت یوسف پرت افتن، کاروان همون میگذشت، گفتن که بیا همین تا گذاریم یک منزلی هست، همینجا چای، کاروان همین چاه فرو آمد. حضرت یوسف علیه السلام در چاه خواب بودن. میگه یکی در حالت خواب بودن شونده، میگه که ستیل همون آب میگه درونی چاه خم شد. به خوابش گفت شخص گیر و محکم شوی، تا فارغ از این ظلم تو غم شده. بیدار بگرفت از تنابش گمان، او کی پر شد ظرف آبش. ازت خواب و در خواب ملکوتی که
و ملائکه الهی بود و اکنون پایان غم و اندوه فرا رسید. اکنون هر چیز برادر سرشویه و هر چیز نصفشویه. چگونه که صاحبای ادبیات میبیارن لکل شیء بدایه و نهایه، هر چی سرشوی داشته هر چی نصفشوی داشته. اکنون غمی دچو هم تمام شد. گفت اکنون تنها به قبل میبروی، اکنون تنها به قبل تو به بیرون از این غم خلاص میشی. شده بیدار بگرفت از تنابش، گمان او که پر شد از ظرف آبش. کشیده دید یک مهوش غلامی، چو ماهی بدر افتاده بدامی. گمان کرد ستیل پرداگی، ستیلم پر شد. امی ستیل کشیدن برآور دید که یک پسر بچه رنگ محتاب زیبا مقال خشرو و میگه ایمی درونی چاه بر آمد. میگه همه حیران شدن این ملائک باشه. حتی که صاحبای تاریخ می نویسن میگه دیدن برآورد، میگه همه حیران شدن. میتونه نظر کردن که کودک کیه، این زیبا. بعد میگه وقتی بر آمد حیران شدن که ماهی بدر، ماهی هست که ماهی شب 14 بارین افتا در دامی ما. گفته همه میگه گیرد کردن. زی شادی داد یاران را بشارت، زی خرسندی به یک دیگر اشارت. در این هنگام اخوان گشت و پیدا بگفتند این غلامی ماست. بین ما وقت شادی میکردن که دستاورد بزرگی، همین هنگام میگه برادرش پیدا شدن. همش دویدن آمدن که غلامی ما های خشن ما را نگاه کنه. این گریسپان های گفتن اغوا را سر کردن. گریز عادت دارد گریزد، می جامی وفادایم بریزد. از این علت کم و ارزان فروشم، تو عزرائیل نمایی جان فروشم. بسیار غلامی گریز به معنی اگه فقط وفا را میشکنه ما ایره فروختنیم. اگر خواهی گفت اینا ما میفروشیمش اگر شما ایره خرنده باشه. به 18 سر درهم بها شد خریداران، غریقی کیمیا شد بروی اشتره کرده سوارش. روان شد کاروان بر پشت بارش. به 18 درهم فروختنشه، اما ندانستن که به 18 درهم چی خریدن. و خریدارا بعد خریدن یوسف غرق کیمیا شدن. بعضی حالات عزیزا بسیار امکانیت پنهان میبیا پیش ما در ما تق تق میکنه. ما به اندک کار به نمی 18 درهم بین که چی رای دست میتیم و یا به 18 درهم میگی چی میخرم. غریق کیمیا شدن، غریق رحمت شدن. میگه اونها گرفتن در شتر حضرت یوسف سوار کردن، میگه و حرکت کردن بردنش میگه اکنون به سوی مصر. به گورستان کنعان شد برابر، به ناگه دید یوسف قبر مادر. به گورستان کنعان شد برابر، به ناگه دید یوسف قبر مادر. دلی غمگینش از اندوه بگداخت، بروی خاک او خود را بینداخت. وقتی که به پره کنعان میگذشتن در این هنگام حضرت یوسف علیه السلام یکی دید که گوری مادرش توف میگه. از همه بالای شتر فراماده خودش میگه بالای گوری مادرش تا پرتافت که مادر اکنون من ترا الوداع میگه، منو میبرم، من رفته استم، مرا میبرن. میگم قبر مادرش قبید گریه داشت، میگه همه حالت گریه کردن ده. به گورستان کنعان شد برابر، به ناگه دید یوسف قبر مادر. دلی غمگینش از اندوه بگداخت، بروی خاک او خود را بینداخت. بدیدندش که یوسف در شتر نیست، صدف خالی روان بیکار و دور نیست. همه گفتند و صدق آمد گریزش، کی کرد اینجا به کاری ما ستیزش. گفتن راست میگه این غلامی گریز بده، حتما کوشم. در حال میگه کوچوی میگه حضرت یوسف سر شد میگه و همه اطراف میگه کاروانیان چیکار کردن؟ در جستجوی یوسف حرکت کردن و کفتن شد. همه شد در سراغ و جستجویش، زدن چون گربه صیاد و بویش. بدیدندش به گوره کرده آغوش،
سرش از چشمه چشمش زدی. جوش آمدن که یک گوری در همونجا موندگی در اطراف گور میگه قچاق کردگی گور و زور زور گریه داره در بالای گور. یکی زد سیله ناگه بر عزارش، به درد آمد دلی حزن و فگارش. بشد تاریک ناگه روز روشن، چو توفان تند باده وهمی مردن. از برای بی‌ادبی گفته یکی از همون انسان هایی که در کاروان میگه نگهبانی میکرد، یک سیله یک شپاتی سخت در چهره حضرت زد. میگه که همین حالت از غم میگه دلش لرزید. همین حالت میگه روز روشن میگه تاریک شد. طوفان خیس که همه گمان کرد که مرگ اومد. وقتی که یک شپلاق حضرت یوسف زدند میگه همین خیل دنیا در منطقه کنعان میگه تاریک اومد. آسمانی میگه روشن میگه به ابر و به شمال مبدل شد. همین خیل در لرزه میگه آمد که تمامی میگه حالت همه وهم مردن کردن. شطور بر خرزد و خرزد به است استر شده، حالی همه ویران و ابتر همه آمد. به یوسف عذر خواهی ندامت ها و توبه از گناهی. وقتی این نعمت دیدن میگه و بعد خیلی معجزه ها فراوان حضرت دیدن، بعد از اومدن میگه بسیار عذر خواهی ها کردن، بسیار گریه کردن که ما را بخش که ما همین نعمت ها را دیدیم. برای همتون از قصه هاش بسیار روایت ها معلومه. همه آمد به یوسف عذر خواهی ندامت ها و توبه از گناهی. گریب آن تند باد سخت آرام، بشد روزی سفید آن ظلمت و شام. آرام گرفت طوفان. همه دانست یوسف را مکرم، شماریدند از خود ها مقدم. دلی مرد خدا خونی جگر شد، به هر قوم جهان زیر و زبر شد. ازت ما رو نصیحت میکنه که اگر دل مرد خدا رنجه، اگر دل دوستای خدا میگه در رنجش دراین، در تپش دراین، پروردگار این زمین و آسمان این زمین میلرزونه، این زمین ویران میکنه. هر قوم رسوا شد، هر مردم رسوا شد، هر منطقه را پروردگار عذاب عتاب کرد. ریشش میگه برادرها از دل دوستای خدا را غم دادن. حتی که هممون میدونیم روایت که صاحب سیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هممون میدونیم که حضرت حذیفه صاحب سیر رسول اکرم بودن صلی الله علیه و سلم. جناب پیغمبر روی خط منافقا را در حذیفه داده بودن. حتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلیفگیشون میگه هر جنازه‌ای که حذیفه میرفت من میرفتم، هر جنازه‌ای که حذیفه نمیرفت من نمیرفتم. چند بار خبیدگی هستم و قسمش دادگی حذیفه در همون مجلسی که حضرت گفتن نام منافقا را من گرفت یا نه. یعنی که چقدر میترسیدن با وجودی که از زبان رسول 10 تن یاری بهشتی شدند، تصدیق شده که حضرت عمر بعد ابوبکر جنتی هم. هر یکی ما هم باید از این امید کنیم از رحمتش و غضب خدا هم ترسیم. ما یک قلب داریم در قرآن، روحی بیمار بوده، منافق بوده است. منافقا روحشون بیمارن. در کجایی که شما میبینید مسلمان ها عذاب میکشن، جامعه های مسلمان ها عذاب میکشن، همش ایدست منافقا های. منافق نه یهودی نه مسیحی، منافق های مسلمانی خودمون های. در قبرستان من گور میشه، در صف نماز من میسته، در اطراف خانه خدا چرخ میزنه، شهر پیغمبر مدینه منوره میروه، قطیمون میبیایه میشینه. نبین قطیمون میبیایه میشینه، ای دخترمون میگیره، دخترش میگیریم، ما نمیشناسیم. برای همین ببینید که در یک گردنبند عایشه صدیقه گم شدن منافقین چخلی کردن. حدیث الافک یعنی سخن تهمت و سخن دروغ و صحبتی که سخنی که در گردن عایشه مادرمان پرتافتن که عایشه زنا کرده، با وجودی که با رسولم پیامبر اکرم میبینن، با حضرت میشینن. برای همین همیشه الحذر از این خصلت بد نفاق. به حد در کجایی که ما با چشم سر میگم جامعه ها را دیدیم، برادرها را دیدیم، هر حالت از این اخلاق رذیله که بین مسلمان ها جاری ای سرطان گنده، ای کسل رگ گنده نفاق. حضرت امیرالمومنین
حضرت عمر ابن خطاب پرسیده بودن در چندین بر آمدام ما گفتگی بودیم که مقصد بر آمدام مونده یعنی که نفاق چیه؟ حضرت که نافقه گفتنی جاندار در عرب بوده، نامش نافقه بوده است. او چیکار میکرده؟ یک خانه داشته و چند دروازه داشته، گاهی ایوجا کله میبرآورده، گاهی ایجا. خانهش دو ره داشته اما یک مقصد داشته. امیر نافقه گفت نفاق امور میگن انسان‌هایی هستند که هر روز به یک لباس پیشمان بیان، با یک زبان‌های گوناگون میبیاین، با چهره‌های گوناگون میبیان، لیکن اینا نغزانیم برادر مقصد وای دیگر چیه؟ مخلص نیستند در شریعت ما. 16 آیت پی هم در سوره بقره برای چی میبیا؟ برای منافقین میبیا. ما در قرآن 5 نمود شیطان داریم که وای ایمی جنسی ما هن، قطی ما هن، آدم هن، شیطان هن، باطلکارن، از رحمت دورن، نارامن، رام نمیشون. یکمش کیا بودستین؟ یکمش منافقین هست که الله جل و علا شانه در سوره بقره و اذا خلوا الی شیاطینهم، خدا شیطانشون میگه. اینا میندن میشنن قدیمو صحبت میکنن، خیلی گپ میزنن، بعد خلوت میروان قدیم شیطاناشو با مصلحت میکنن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، ما قدی شماییم میگه، ما قدی شماییم. برای همین بسیار از اخلاقهای بی‌معنی، از قلبهای بی‌معنی، از روحهایی که مریضن و کسلن، اونها بیمار، همین منافق مردم بیماری روحی بوده است. در هر جا در هر مکان شیشتیم برادرها کوشش کنیم که از اصلاح شدن از نفاق از همین عملها آیسته آیسته اگر باشیم برایم نور علی نوره، نباشد جهنم چند قدر بزرگ و کلان و طبقه داره، در همه طبقهش منافق میسوزه. از همون ایمان و اخلاص عملی که برای ما دادی پروردگار عاجزانه دعا طلبیم برای هر یک من که خدایا همین سالم و سلامت و پرده خاک بردن در هر یک تیمار نصیب روزی گردان. و این ایمانی که چه یک نعمتهای بزرگ با زبان قرآن و با زبان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وعده ها دادی برای اهل ایمان، حتی که به اندازه یک دانه ارزن و یک دانه گندم بدنشان پیامبر وصف کرد که عمیق باشه شما در جهنم ابدی نمیمونی، عمیق قشنگ باشه به شفاعت من با نصیب میشه. چه یک نعمت، چه یک بزرگی هست. همین قدر ایمانی که هست به همه اندازه هم باشه. از تو امید داریم پروردگار رو ظرف همور شیشه همور برای ما نگهبان شدنش نصیب روزی گردان. خشا به حال انسانی که به یک قلب پاک و به یک قلب سلیم پیش پروردگار می روند. ما در قرآن چند نمود قلب داریم. یک قلب هست مریض، فی قلوبهم مرض. قلب اصلا در اینجا روح های، بعضی روح ها کسل می شوند، خصوصا روح منافقا بیمار بوده است. منافقا بیماری روحی بودیان، من همین منافق بیماری روحی بوده است. هر باره که اهل ایمان می دیدیان، پیشروی دین می دیدیان، پیشروی قرآن می دیدیان، پیشروی مسلمانان رو می دیدیان، روحکی می خندیدیان، اخلاص نکرده درونکی زیق می شدیان، بد می دیدیان درونکی. برای همین خداوند در سوره بقره در 5 آیت اولش اهل فلاح گفته است. اولئک هم المفلحون، اهل نجات، هر کسی که در اسب هدایت سوار شدگیه، اون نجات یافتگیه، در 5 آیه سوره بقره معلومه. بعد از او پروردگار در 3 آیت به خداها را گفته، بعد از او در 16 آیت پی هم منافقا را گفته است. برای همین چی قدر ما باید از عمل نفاق ترسیم. هر یک مسلمان باید از نفاق ترسه. نفاق حضرت عبدالله ابن عمر هم خیلی تفسیر کردگی بودستیان که کنملت صغیره گفتیان، مثل یک مرچعک میده که شما در گرمی همون را خشک کنه، بعد از او در تاریکی همون را میده کنه، براره در بیرون پرتای میده های هم مرچه را تلخونش میابه. گفتن نه، گفتن نفاق همیشه در ایمان پیدا میشه و که نمیفهمی. خیال میکنی خیلی انسانی خوبم. این نقطه نظری خود